مثلا آقای زمانزی هم این هست که تاجیک قومیتت هست، شاید به زعم اینا قومیت جدای از هویت همگانی و ملی باشه که اینا میگن مثلا قومیت پشتون، ولی افغان هویتش، تاجیک افغان هویتش این گونه نیست. ببینید، ما با احترامی که با آقای به دوست ما دارم، ما وقتی که یک بحث مطرح میکنیم باید منطق و استدلال پشترش باشه. افغان، شما به اسناد تاریخی مراجعه بکنین، پیشتر استاد شهیدپور یک قسمت صحبت کردن و تمام اسناد تاریخی شما مراجعه بکنین، افغان نام دوم پشتون است. پشتون افغان مترادف، هیچ فرق نمیکنه. چرا ما در افغانستان زندگی میکنیم، ما افغانستانی نیستیم. یک کسی در ایران زندگی میکنه، ولو هر قوم تباری که داره، اما ایرانی گفته میشه. یک کسی در پاکستان زندگی میکنه، پاکستانی گفته میشه. یک تاجیک در تاجیکستان زندگی میکنه، تاجیکستانی گفته میشه. هندوستان که همسایه ما و شماست، کشور اقوام و نژادها و ملیت هاست، هندوستانی گفته میشه. ولی در افغانستان ما میم همه ما افغان هستیم. ما با برابری و برادری در افغانستان احترام میگذاریم، ارج میگذاریم. ولی این همونطور که استاد پیشتر گفت، در عصر کنونی این مردم دههای گذشته نیست که یک چیزی یک کسی بیاره بالایشون تحمیل کنه، اجبار کنه، زور کنه. اما میخوایم بگیم که شناسنامه برقی کلید خوردن ازی که آمد از یک بیشتر گفتم مصرف انتخاباتی داره، باز موجی از واکنش های مردم روبرو شده است، از درون حکومت تا مجلس نمایندگان تا جامعه مدنی تا احزاب سیاسی، تمام گروه ها. عملا مردم افغانستان آمدن میگن که ما میره نمیگیریم. شما میفهمین مثلا جمعیت اسلامی یک حزب فراگیر ملی در افغانستان آمد از علیش واکنش نشون داده است، کنگره ملی واکنش نشون داد، جنبش گذار واکنش داشته، رستاخیز واکنش داشته است، مثل ازی اقوام شریف هزاره، ازبک، گوجر، ایماق، همه. اما یک چند تا آدم آمدن با یک نگاه قومی امیر میخوان بالای مردم تحمیل بکنن که این قطعا امکان نداره. خیلی ممنون آقای زمانزی. حالا میایم سر بحث شما فرمودید که هویت همگانی ما افغان است. هر دو بزرگوار میگویند چنین نیست، افغان مساوی به پشتون است و اینا میگویند که باید پشت سر هر سخنی استدلال منطقی وجود داشته باشه. استدلال منطقی شما برای اینا چی است؟ ده هم په احترام ځکه چې موږ طبیعتا همدغسې خلک یو غواړو چې تشکر. شهیدپور صاحب، نمیدانم که استدلالی که اینها کردن شما دریافتید و میتونه شما را اقناع بکنه؟ اول اتمام حجت بکنم که من افغان نیستم و من یک تاجیک هستم و تاجیک افغانستانی هستم. من نمیدانم که همین بزرگا برای چی قدر پافشاری بالای این بحث میکنن. اگر افغان فرض محال بگیریم که بسیار خوب است، زیبا است، چرا بر دیگران تحمیلش میکنن؟ و اگر بد است چرا تحمیلش میکنن؟ و اگر خوب است چرا دیگران تحویل نمیگیرن؟ بحث نپذیرفتن واژه افغان و مفهوم طرد برادرای پشتون من نیست. اینا میگن با این کار خود جدا قلمداد میکنه. من از خوبترین بارها میگم، خوبترین دوستهای من از قوم افغان است و از قوم پشتون. یعنی ما یا میخوایم اتمام حجت بکنیم که من یک تاجیک افغانستانی هستم. حالا از زمانی که ما میگیم که شناسنامه یک رابطه حقوقی سیاسی یک فرد است با یک کشور، پس نامی کشور افغان نیست، نامی کشور افغانستان است. حامل اون شناسنامه افغانستانی گفته میشه.